و بله روز خودمون رو با سرم شروع میکنیم چون معدهمون عادت نداره با آرامش بیدار شه. پس درو در یی. چون میخواستم قلمچی ثبت نام کنم رفتم دفتر قلمچی و یه فرم گرفتم و پرش کردم. یه چک هم برای پرداخت قسطی بهشون دادم. اینجا داشتم احساس میکردم که کردن تو پاچم به خاطر اینکه من کتاب نمیخواستم، ولی گفتن که روی آزمونامون کتاب هم هست، در صورتی که بعضی بچه‌ها با ثبت نامشون کتاب نگرفتن. حالا از این فکره که بخوایم بگذاریم رفتم سمت عطاری قدیمی شهر تا یه ذره عرقجات با چای مراکشی بگیرم که انواع خارمادر عرقجات اینجا حضور داشتن. چای مراکشی هم پیشنهاد کسی که پیشش سفالگری رفتم گرفتم. وقتی رسیدم خونه کاملا خستگی بیهوش شده بودم و ساعت 6 بعد از ظهر بیدار شدم. یه لیوان شیر و قهوه خیلی هم با دارچین قاطی کردم و نشستم سر کتابایی که واقعا نمی‌دونم با چجوری تمومشون کنم. ببین من به اینا پول دادم تا یه دونه‌شون نخونم تموم نکنم ببینم چه محتوایی داره ولشون نمی‌کنم، ولی خب وسطاش انقدر است که داشت توضیح میداد خسته شدم و کلا گذاشتمش کنار. اما میگم چون پول دادم باید بخونم و بازگشت هم به سوی اوست. دیگه شروع کردم به خوندن و 26 صفحه ازش خوندم. همچنان خسته و کوفته و له ادامه دادم. یکی بیاد واقعا با رسم شکل توضیح بده من این همه کتابو چی جوری باید تموم کنم. بگذاریم برای خوندن اینا باید اعصاب داشته باشیم. پس چای مراکشی میاریم دمش میکنیم و واو از این رنگ و عطر، ولی احساس میکنم خیلی زیاد طعم کرده بودم، برای همین کلا مزه تلخی میداد و یه جوری گند زدم، به خاطر اینکه چای مراکشی اصلی باید یه طعم میوه‌ای و چایی با هم باشه. و تا با کتابای کازی جون دیوونه نشدیم شب خودمون رو با یه شام سبک به پایان میرسونیم. خدافظ.